سیاوش برنامه چیه؟ چیکار می‌خوای بکنی امروز؟ ببین قراره یه خرید ریز بکنیم. بریم ببینیم که چی بیاره اینجا که نظرمون رو جلب کنه. این حتی اینم من خیلی دوست دارم. اینجوری من خوردم. ببینیم چنده؟ شده 1900 تا. خیلی خوب شده خودش. شده. البته کامرز الان یه مدت آف خورد. به هر حال من اون شلوارشم دوست دارم. جلو را خودت برو جلو را باره. خب شلوار عشقم اینم دخترون است. اونا بهتون نشون نمیده ولی دخترون است. بیا تو این سویشرتش هم دوست دارم. نمیدونم اینو با چی استایل میکردی اگه میخواستی استایل کنی؟ آره با هم شلواره. خب با روشی؟ آره ولی من اصلا دوست ندارم کفشای پاشنش خوشگل نیست. خدایی کانورس مشکیش هم داره. ببینم چنده؟ 6000 لیر. خب این خیلی خوشگله. هفتا ولی نازه به نظر منه. خب چطور بود؟ سوپر استر چی نداشت. واقعا نداشت. هیچی نداشت. یه اینجا داره. خوراک خودت آره. آره ولی درست اون لبه پوز خجالت میکشی قشنگ. ببین از قیافت مشخصه که از قیافه دلارام کاملا مشخصه که معذب شده دوربین اومده روش. من اولین باره که دارم اینجوری میام توی ویدیو. خب معلومه که خجالت میکشم. ای جون ای دوست دختر خجالتی من کیه؟ دوست دختر خجالتی من کیه؟ منم. آره خب یکم ناراحت شدم. چیکار کنم؟ میخوای بیارمت؟ یه چی دیگه اون چیزی که ما میخواستیم ازش خرید کنیم و نداره اینجا. بریم اینا سوار شیم. ولی اون بالا میدونی که نمیتونیم ویدیو بگیریم. کی میگه؟ کی میگه؟ صدا من نمیاد. آره میخوایم اینو سوار شیم. ببین 2 نفرش هم داره. فقط 2 نفری سوار شیم یکم احساس میکنم خیلی غریبانه است. کاش یه 5-6 نفر دیگه هم بیان با ما سوار شن. میخوای مثلا بریم یه جا بشینیم یه ذره شلوغ شه. شاید الان ساعته دیگه به نظرم چرا کسی نیست با ما از اینا سوار شه؟ من اینا دوست دارم. اونایی که دوست دارن با ما از اینا سوار شن کامنت کنن. هفته دیگه با هم بیایم. ناراحت شدم واقعا. دیگه من میرم اینا رو بهتون نشون بدم. میخوایم الان از اینا سوارم کنه با اون تابه. خیلی رویاییه. بچه اگه میخوایم بیاین اینجا هم تما اسمش، حالا ادیتور براتون لوکیشن دقیقش رو میذاره. اونم اون ترنه است که قرار سوار شیم. هم سیاوشه بچه هم داره ویلیت میگیره.
آخ جون بریم سوار اسبا بکنم سوار شید. یعنی چی؟ من ازت فیلم میگیرم تو تاکسی سوار شید. یا خدا تو نمیدونی با هم بیای تو؟ ای بابا یا ابوالفضل، حالا من باید اینجا با دلارام بحث کنم سر اینکه دلارام باید یکی رو سوار شی که جلو باشه من بتونم ازت ویدیو بگیرم. خب اون عقبی رو سوار شو که اینجا جلوی دوربین من بیشتر رد شی. 4 سالشه این دختر به خدا، یعنی دلش بود بره کالاسکه سوار شه. حاضرم شرط ببندم با تو. ای جون من بازیم اینجا تموم شد، خیلی باحال بود، انگار که توی سیرک بودی قشنگ. ولی یه کوچولو واسه کسایی که دنبال هیجان و اینا هستن شاید حوصله سربر باشه، ولی من چون خیلی دوست دارم سیرک و اینا خیلی بامزه بود. سیاوش هم داشت ازم ویدیو میگرفت. ببین من تا پیدا کردم باید از کدوم زاویه ازت ویدیو بگیرم تموم شد. خیلی ناراحت شدم ولی اشکال نداره، مهم اینه که بهم خوش گذشت. خدا رو شکر. بوس. هیجان داری دلارام؟ آره ببین قراره چی سوار شیم. زیر 1 متر باشید که اصلا نمیتونید سوار شید. 1 متر تا 1 متر و 20 باید با اولیاتون سوار بشید. 1 متر و 20 به بالا میتونه سوار شه. من از اونجایی که زیر 1 و 20م اولیامو آوردم که باش سوار بشم. دستمو بگیر منو ببر اینو سوار شو. امیدوارم که خوش بگذره. هر کدوم از این صندلی‌ها رو دوست داشتی میتونی انتخاب کنی عزیزم. بیا بریم. یا بریم این یا پشتیش. همین خوبه. دست تکون بده واسه دوربین. خیلی باحاله دلارام، چه حالی میده. عجب حالی میده. خیلی باحاله خدایی. همین میترسیدی؟ فشارت افتاده ها؟ مثل سگ ترسیدی. منم یکم سرگیجه گرفتم. دروغ جاتون خالی، خیلی خوش گذشت. سرگیجه گرفتیم جفتمون، حالت هوایی گرفتیم. اصلا چیز ترسناکی نبود ولی دلارام هیجان زده شده داره گریه میکنه و قول دادم که بعد اینجا ببرمش لونا پارک. نه حالا بعد اینجا یعنی ولاگ بعدیمون قراره یه جای هیجان انگیزتر مثل شهر بازی های هیجان انگیز. آره رابطه‌ای که تازه درست شده بعد شهر بازی تموم میشه. میگم میشه یه چیز شیرین بخوریم؟ من واقعا حالم بده. بگو. میگم میشه یه چیز شیرین بخوریم؟ من واقعا حالم بده. بله فشارش افتاده. بریم. خب چی داریم؟ همین خوان والدزه چیه؟ خوان والدز؟ بریم بستنی بخوریم. خوبه؟ چیزم بستنی داره اون توش. آره دیگه یاد نمیاد اون سری رفتیم جیرجیرک کپی رایت نخوریم یه وقت به خاطر صدای جیرجیرک بیاد مثلا کپی رایت بزنه رو ویدیو بگه اینا از صدای من استفاده کردم بدون اینکه بخوام. خدایا اسیر شدیم ما دست این کپی رایتینگ. خیلی سخته با وجود سیاوش بخوام ویدیو بگیرم چون که قطعا اختلاف داره. این زیپلاین هم داشت اینجا. زیپلاینش کجاست؟ داریم بستنیمون رو میخوریم بعد از اینکه دلارام فشارش افتاد عرق سرد کرد و جای همتون خالی. چیرز.
بستنی به بستنی کنیم. خب تو صدا نداری؟ به یکم تو توضیح بده، من ازت ویدیو بگیرم. بچسبون به یقت. میگیرم دستم. مخاطب من دوست نداره این دستت باشه. چشم. خب الان میخوایم با هم دیگه بریم سوشی بخوریم چون اون هنوز مونده باشه. مونده؟ اون اصلا وارد این بازی نکن. چرا؟ این تموم شد میریم سراغ اینکه یعنی این بلاگ کلا تموم کنیم با همین چرخیدن و اینا بعدش چی؟ خب از اونجایی که اینجا خیلی برند خاصی نداشت ما یه ذره چرخیدیم، بستنی خوردیم، بعد دیگه گفتم بریم اسنیکساپ رو ببینیم با سیاوش و همین. چه حسی داری؟ خوشحالم، خیلی خوش گذشت بهم چون که من الان دارم اسباب کشی میکنم و سیاوش خیلی داره بهم کمک میکنه تو این مدت. یعنی این اولین روزیه که اومدیم بیرون و این انقدر حالم خوبه، یه خورده دلم گرفته بود. ماچ بت دیگه نمی‌سخت واقعا جابجا شدن. بذار صداتو بیارم بشنون. واقعا جابجا شدن سخت، میدونی. بعد الان هم شرایط یه جوریه که نمیدونی قراره کجا زندگی کنی. خوبه که ما شما رو داریم. یه قلب ترکیبی بدیم به مخاطب. قلب وایس لحظه. قلب بود؟ چون همیشه منو همینجوری معطل میکنه. به خدا مثلا من یه ساعت جلو در خونه‌شونم داره همین کارو میکنه. بابا وصلم یه دقیقه من نمیدونم این کیفر چجوری چینده بودم. من قرار بود این لایو مثلا این ولاگو 10 دقیقه‌ای بگیرم به خاطر وایسا الان 15. قلبش کن بذار من اینو اینجوری بگیرم. مرسی که ویدیومون رو نگاه کردین. لایک میکنید و ماچ میفرستید واسمون. خب خرید می‌خواستیم بکنیم نشد، ولی عوضش وسایل بازی پیدا کردیم، چرخیدیم، دلارام فشارش افتاد، من سرم گیج رفت و جای قشنگی بود. به نظرم حتما بیایید اینجا یه فری بخورید، خوش میگذره. تازه زیپلاینش رو ما استفاده نکردیم، ترن هم داشت، ترنش هم سوار نشدیم، ولی خیلی کیوتو. این واسه دیت کردن به نظرم جای مناسبیه خودش. و اینکه الان این تموم میشه ما میریم که به دیتمون برسیم. خدافظ.